این عملیات با بیش از 3 ساعت مدت شلیک موشک‌ها و با بیشترین نوع پرتاب موشک‌های فوق سنگین خرمشهر به صورت چندلایه و مستمر علیه پایگاه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی اجرا شد. در مرحله سوم موج 37 عملیات وعده صادق 4 موشک علیه مقر تروریست‌های آمریکایی شلیک شد. همچنین پایگاه آمریکایی اریفجان نیز با شلیک 2 موشک مورد اصابت قرار گرفت. در مرحله دوم موج 37 عملیات وعده صادق 4 موشک‌های جدید خرمشهر با سر جنگی 2 تنی به سمت پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا در منطقه شلیک شد. روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد زمانی جنگ را پایان می‌دهیم که سایه جنگ از کشور برداشته شود. بر اساس اعلام روابط عمومی سپاه پاسداران در این تهاجم سهمگین مرکز ارتباط ماهواره‌ای هالا در جنوب تل‌آویو برای دومین مرتبه مراکز نظامی در بئر یعقوب، قدس غربی و حیفا به همراه اهداف گسترده آمریکا در اربیل و پایگاه 5 دریایی در منطقه زیر ضرب آتش سهمگین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند.